سلام، خوش اومدین به آشپزخونه من. امروز میخوایم یه تحشین مرغ رستورانی درست کنیم که پای ثابت مهمونیاتون میشه. با من همراه باشید. خب مرغمون رو از وسط قبضه کامل میکنیم و میریم سراغ برش دادنش. خب سینه‌های مرغتون رو که قبضه کردین از وسط یه برش بدید و برش‌های نواریتون رو خیلی نازک ادامه بدید و تا آخرش. بریم سراغ درست کردن مرغامون رو من تف میدم. چرا؟ بعضی هستن که مرغشون رو میپزن بعدش دوباره تف میدن، اینجوری مرغتون خشک میشه و اصلا دقت کرده باشین مرغی که تف بخوری یه طعم جالبتری داره نسبت به مرغی که آب پز بشه. این سبک منه، شما میتونید مرغتونم بپزید ولی تف بدین هم یه حالت سرخ کرده قشنگی داره، هم رخش بهتره و همین که طعمش هم خیلی به نظر من جذاب‌تره. خب نمک و فلفلمون رو ریختیم، کرمون هم اضافه کردیم، یه کوچولو زعفرون هم میریزیم، خیلی ساده و مجلسی میریم روی گاز و تفتشون میدیم اینا رو تا رنگ جذابی به خودشون بگیره مرغا. من برم. خب بعد از 7-8 دقیقه تفت دادن به این رنگ میرسیم. نگاه کنید خیلی آبداره هنوز، من این آبداری بودن رو میخوام، برای همین اصلا نپختیمش. تفتش دادیم 10 دقیقه و الان از ظرف خارجش میکنیم تا پختش دیگه متوقف بشه و بریم سراغ لایه چینی. البته لایه چینی نه، بریم اول مایه تحشین رو درست کنیم بعدش هم بریم سراغ لایه چینی. باید با اینو یه نکته داره راستی، باید با حرارت بالا تفتش بدین که کمترین آب ممکن رو بندازه و اینکه آب میان بافتی خود مرغ حفظ بشه. بریم سراغ درست کردن مایه تحشینمون. من این مقداری که درست میکنم واسه 8 نفر تا 10 نفره، ولی مقدارش چون شما تو خونه میخواین درست کنید 4 نفره، یعنی برای 4 نفر رو مقدارش رو مینویسم توی کپشن، حتما بخونید و همین دیگه. من تخم مرغامو میشکنم اینجا. اگه برای 4 نفر باشه نیاز داریم به یه زرده و یه تخم مرغ کامل، ولی این چون برای 8 نفره نیاز داریم به 2 تا زرده و 2 تا تخم مرغ کامل. همین دیگه. یکم گلاب اضافه میکنیم برای طعم بهتر و عطر بهتر و زهمگیری تخم مرغ و برای رنگش هم از زعفرون ایرانی استفاده میکنیم. با این همزن زیبا که از همدیگه وا رفته بکنم، بچه‌های آشپزخونه اینجا با هم کشتی میگرفتن با این همزنه. با همین قشنگ اینو هم میزنیم تا خوب زهمگیری انجام بشه. اگه صدا زیاده عذرخواهی میکنم. حالا هم ماست بهش اضافه میکنیم. نکته ای که ماست داره اینه که حتما باید چکیده شده باشه و اندازه برای مقدار هر یه نفری که استفاده میکنیم یه قاشق پر قشنگ ماست اضافه میکنیم. چقدر قشنگ گفتم دوباره. خب حالا یه کوچولو روغن بهش اضافه میکنیم تا برنجا با هم نچسبه و اصطلاحاً میگن کیکی نشن. یه کوچولو هم نمک برای بالا آوردن طعم تحشینمون که بی نمک نباشه، طعمای گلاب و زعفرون هم توش بگیر. و حالا هم برنج رو بهش اضافه میکنیم. برنج کفگیر من برنجم گذاشتم آبکش شده، قشنگ سرد شده، چون اگه سرد نشده باشه تخم مرغتون میبنده و ماستتون میبره. حتما بذارید سرد بشه. برنجتونم راستی باید یک کوچولو زودتر از تایم مشخصش بردارید. یعنی چی؟ اگه مثلا برنجتون رو 10 دقیقه برمی‌دارین، اینو باید توی 7 دقیقه بردارید تا وقتی با ماست و اینا ترکیب میشه، ماست و یکم زعفرون اینا چون رطوبتش زیاده میماسته و کلا له میشه. خب مایه‌تون رو به وسیله یک کفگیر هم بزنید، ببینید چیزیش کم و کس نباشه. حالا ممکنه یه کوچولو برنجش کم باشه یا اینکه مایه‌تون رو باید اضافه کنید. مایه‌تون رو که نباید اضافه کنید چون رسیدیش اصولیه، ولی هم بزنید اون غلظتش بهتون نشون میدم که چه جوری باید باشه. و برنجتون هم راستی خیلی له نکنید، یه از بغل قشنگ بیارید با آرامش، قشنگ حال کنید با غذاتون.
خب غلظت مایه‌تون هم یه همچین چیزی باید باشه. میبینید خیلی غلظت جذابی داره واقعا. من یادم رفت بگم اگه زعفرتون کم رنگ بود بهش دوباره زعفرون اضافه کنید. قشنگ باید به زردی زیاد بزنه که بعد پختم رنگش یکم کم رنگ‌تر میشه، به مشکل بر نخورید. همین. بریم سراغ لایه چینیمون. کف قالبتون اگر البته تو قابلمه مشکل نداره درست کنید. کف قالبتون رو قشنگ چرب کنید به حدی که چربیش قشنگ کل قالبتون رو بگیره. یکم پخشش کنید به دیواره ها، قشنگ چربیه رو انتقال بدید که نچسبه برنجتون رو. میریم سراغ بقیه‌اش. خب فن استاد این غذا اینه که کف قالبتون رو یکم زعفرون بریزید تا رنگ تحچینتون هم با آدم حرف بزنه. الان این آخرش با آدم حرف بزنه. این هم یکم هم میزنیم. من برم یه قاشق بیارم همش بزنم و مایه تحچین رو بهش اضافه کنم. خب حالا برنجمون رو میریزیم. قشنگ مرکز قالب بریزید و پخشش کنید. برنج کف قالبتون همیشه باید بیشتر از روش باشه، یعنی مقدار بیشتری و کف قالبتون بریزید پخش کنید، بعدش بقیه‌شو دیگه روش بریزید و تا اون وسط کار مشخص نباشه. اینجوری هم پخشش کنید که له نشه. نوبت پیاز داغ خیلی طعمش عالی میکنه. خیلی زیاد بریزید. من خودم پیازا خیلی دوست دارم، قشنگ پر میکنم چیزشو، سطح کارو. و یه نکته ای داره، کلا موادی که میریزین نباید به دیواره ها بچسبه چون میسوزه. بعد همین مرکز پخش کنید تا 1 سانتی مونده به دیواره ها دیگه ادامه ندید. چه بویی داره. حالا خل بادوم که یه طعم باحالی میده بهش و یه وقتی برشش میزنید و میره زیر دندون یه تکسچر آجیلی میده، قشنگ میشه، فکر کنم خوشمزه میشه. رفقا لایه چینیش هم خیلی فرقی نداره که مثلا اول زرشکو بریزین، خلالو بریزین، مرغو بریزین، خیلی چیز خاصی نیستش. فقط یه نکته داره، شما از هر پروتئین، نکته خاصی هم نیست البته، شما از هر پروتئینی مثل سبزیجات، گوشت، مرغ، گوشت بوقلمون، گوشت رست شده، پولد بیف، هر جوری که بخواید میتونید توی این به جای مرغ استفاده کنید. ولی مرغ معمولا عامه پسندتره و مجلسی تر، مناسب مهمونی هست. من مرغم اضافه میکنیم و بعدش هم زرشک و دیگه ادامه کار. آقا یه فن دیگه هم این پودر دارچینیه که میریزیم، یه عطری بهش میده که نمیدونم چی بگم. همین الانش واقعا عطرت بهش میده واقعا. خب حالا هم زرشکتون لازم نیستش تف بدین چون دیگه خیلی له میشه. همینجوری بشورید، آب کشش کنید و آبش بره و اضافه کنید به مواد. یه طعم ترشی جذابی میده. من خودم دوست دارم زیاد باشه ولی شما میتونید کمتر هم بریزید. شما میتونید توش از گل محمدی هم استفاده کنید ولی من اینو میذارم برای روش چون عطرش خیلی قالبه، به نظر من جذاب نیستش که اینجا استفاده کنیم. روش فقط به عنوان یه تزیین میریزیم. الان مایه‌رم خیلی پخش میکنیم، پخش میریزیم و پخش میکنیم. چه جمله سنگینی بود. مایه‌مون هم پخش میکنیم، مواظبیم که فقط لایه وسطیش به هم نریزه. خب روش هم فویل میکشیم و میذاریم توی فر. شما اگه از قابلمه استفاده میکنید روی شلو پخش کن بذارید، اگه توی فر استفاده میکنید روی قالب تفلون بهتره که استفاده کنید. حالا از قالب‌های دیگه هم میتونید استفاده بکنید و روش فویل بکشید خیلی بهتره. روی فویل هم یه چند تا سوراخ ایجاد کنید که عرق نکنه و نماسه. یه چند تا سوراخ کوچیک کافیشه. خب تحچینمون هم بذاریم توی فرمون هم خیلی داغه ولی بهتره که داغ باشه، سرد باشه خیلی بده. من فرم صنعتیه، دست خودم هست نمش و اینا. شما اگه تو فر خونه درست میکنید حدوداً فکر کنم با دمای 200 درجه 45 دقیقه براش کافی باشه، تا 1 ساعت هم جا داره. بذارید قشنگ توی فر دم بکشه. اگه تو فر باشه خیلی بهتره، معمولا تو فر میذارن که یه دست قشنگ همه جاش بپزه. ولی رو گاز عمودش نیم ساعت تا 40 دقیقه براش کافیه. روی شعله پخش کن بذارید و دیگه نکته‌ای نداره دیگه. اون آماده شد با هم برشش میزنیم و حال میکنیم. خب تحچین مرغمون هم آماده شدش. فقط میخوایم ببینید که تحچینتون آماده شده یا نه. دور قالبتون طلایی میشه. هر موقع کریسپی و طلایی شد خودتون متوجه میشید دیگه آماده شده یا نه. من یه نثارم واسش آماده کردم.
زرشک با یکم زعفرون و کره و خلال پسته تفت دادن. فقط یه نکته داره، بعد یه دقیقه تفت دادن اگه خواستید شکر بهش اضافه کنید و بعدش از اون ظرفی که داری تفت میدی سریع باید خارجش کنید که نسوزه. من سه دقیقه این کارو کردم و یکم خراب شدش. یکم گل محمدی هم برای تزیین روش آماده کردم. بریم سراغ سروشو با ویلا لیلی. خب بچه‌ها غذامون هم آماده شد. من از استاد اناری، استاد خفنم، دعوت کردم که بیاد و نظر تخصصیشو به ما بگه. استاد بفهم. سلام و درود خدمت همه. ممنونم علیرضا جان. البته من نظر واقعیمو میگم. استاد اصلا بد بود بیاد بزن تو. نه ببینیم چطوریه. چجوریو؟ نه جدا نظر واقعی. اوکیه؟ عالیه. ممنونم. به زودی در عرصه آشپزی شف بزرگ، یه شف نزولی خواهیم داشت. مراقب افکارتون باشید.